گاه بعد تجریش. ایرانیا عجیبه بچه بازی ایرانیا ساختن بعد تو مترو کیفیتش هم خیلی بالا عجیبه ترسم کنی عجیبه کیفیتش هم خیلی بالاه اینو بخونم چه میشته راهنمای رسیدن به واگن شماره 10 همه واگن ها باید دقیقا شبیه به واگن های شماره 1 باشند. اگر در واگنی تفاوتی احساس کردید باید از بین جمع خارج شوید. اگر در واگنی هم چیزی شبیه به واگن شماره 1 بود باید از در الف خارج شوید. در غیر این صورت دوباره سر از واگن شماره 1 پیدا می‌کنید. شما تنها مسافر این قطار هستید. اگر افراد دیگری را مشاهده کردید از در به گاه بعد تجریش. خارج شوید. با دقت همه جا را برانداز کنید. به صدها توجهی نکنید. به صداها توجهی نکنید. این برگه هیچ تغییری در واگن‌های دیگری نمی‌کند. خب دقت واکنش سرعت. خب دقت واکنش سرعت. خب بلش خب فکر کنم باید ایسکا پیاده شیم دیگه 100%. گرفتم این اگه حرکت نمی کنه این حرکت نمی کنه اصلا حرکت نمی کنه فهمیدم چیزایی که مشکوکه رو باید چیز کنیم. فهمیدی چی شد؟ آره اوت از صندلی تو میدی عقب؟ این آشغالا بود زمین؟ عقب میشینی؟ نبود بشی نبود بچه ها اگر این ویدیو بازی داشت به 40 تا برسه خب آقا همین بگم بهشون چی بگی؟ یه لحظه میای چی میخوای بگی؟ یه چیزی میخوام بهشون بگم چی میخوای بگی؟ به آقا سابسکرایبر نشیدش سفیدی میاد خراب به میشه. یوتیوبر تو یوتیوب میخوام یه چیز بگم چی میخوای بگی؟ فوش اومده بگی؟ نه اینو میخوام بگم اسمشو؟ نه اگه بگو آره بچه ها اگر بازدیدهای این ویدیو به 30 تا رسید 30 تا 40 تا 50 تا رسید معرضا که الان این بغل داره حرف بزنه اون نه ها که بازی کرد مساگر اون نه الان این که بغل دستم هسته چه ساختویی؟ اینا میارم توی ویدیو بعدی. اگه این ویدیو به 40 تا بازدید یا 30 تا اینا رسید میارم تو ویدیو بعدی. به 30 بگو یا چه؟ 40 نه 30 دیگه ویدیو قبلی چند تا بوده؟ ویدیو قبلی 5 تا 30 تا 20 تاش بود 20 تا آقا اصلا آقا 15 تا اگه به 15 تا رسید الان این بغل که داره حرف میزنه تو در گوش من سایده اونو میارم تو ویدیو که میارم تو ویدیو تو بازی ها با هم بازی کنم. میدونی داری میسوزی؟ بگرد واگن چندی؟ بابا نمیدونم بابا واکنش نمیتونم نشون بدم. اینی که ایو نگه می‌داری واکنشه. ببین الان واگن شماره 1 خب باید به واگن 10 برسی. خب من اولیو میرم ایو نگهداری واکنش نشون میده. الان رفتیم واگن شماره 2. خب الان میدونم خب من الان
هیچی تغییر ندیدم که چیز کنم. الان تغییری دیدی؟ ندیدم، من هیچ تغییر ندیدم. بعدا اگه تغییر دیدم چیکار کنم؟ چه دکمه‌ای رو بزنم؟ تغییر دیدی برگرد برو تو درب جیم. با این متد الان مثلا من میگم که به نظر من تغییری نیست. خب تغییر نیست. آتش‌خاله رو زمین یکیه. آره. تعداد صندلی رو شمردی؟ نه ما فرض می‌کنیم نه درسته. تعداد صندلی همون بود. ما دیدم. فرض می‌کنیم درسته. میریم جلو. جلو چک نمیری یا داری می‌کنی؟ میری عقب؟ نه واگن شماره 3 الان درست اومدی. آره درست اومدی. دوباره میری تبلیغا رو نگاه می‌کنی. هیچ تغییر نکرده. تبلیغا هیچ تغییر نکرده. میتون اونقدر ریز تغییر نمیکنه. چرا؟ تبلیغا تغییر میکنن. اونقدر ریز مثلا بردار. متنش عوض میشه مثلا. آره انقدر ریز تغییر. این نبود این نبود این نبود چرا این این؟ نبود. این یه دونه بود. الان اگه غلط هم چیزایی که بریم مشکوکه بعد برگرد جلو نرید بپرس. الان به نظر من تغییری ندیدم و بشینم مثلا ولی خب ما میگیم تغییر نبود. تغییر داشت ما سوختیم دوباره میگیم. شما باید انقدر دقیق بخونی مثلا این 12 هم می نویسه 11 هم انقدر دقیق تغییر میکنم. اینقدر تغییر. بازی ایرانیه. الان تغییر میبینی یا نه؟ زمین تغییر کرده دیگه. آفرین. بگون شما دو چی بودی. تغییر کرده بود؟ دقیق برگرد. زمین دیگه نمیبینی؟ راست میگی. شیش آهنی شده. آفرین. الان واگن شماره 3. خب ظاهر قضیه تغییر نکرده. تبلیغا رو داریم میبینیم. نکرده واقعا تغییر نکرده. این تغییر کرده. میریم جیم. من این بازی و بچه ها 20 تومن میدادن برنده 100 تومن میبود. واگن شماره 4. ظاهر قضیه تغییر نکرده. تبلیغا 100 گل بود شد 1000 گل. تو اینو بلدی خب. آره دیگه من بازی کردم دیگه. بلدی. واگن شماره 5 آهنانی آهنانی آفرین. دوباره میریم در به گرفتم. جیم. الان میخوام خراب کنم که شما نبری. چرا؟ به خاطر اینکه ببری ویدیو تموم میشه و حال نمیده به بچه ها. آفرین. یعنی من دارم میبرم در واقع پس میسوخونمت خودت بری. میسوخونمت. خب خب الان ببین راستی اینو میخواستم بپرسم. تغییر دیدم برگردم. تغییر دیدی برو درب جیم. حالا درب جیم هر بری بود. درب جیم. جیم چیه؟ نوشته رو درب الف درب جیم. درب الف. تغییر الان تغییر دیدی برو جیم. این اولیه. خب جیم اولی برو الف. خب اینم که اینطوریه. خب هم چیز برگر میدان تجریش. خب چیز برگر ساب برگر. خب در به جیم واگن شماره 1 اینا هم که تغییر نمی کنه. خب اینا هم که اینه. خب 3 دقیقه است تمام شد. خب باز این کنم شما آزاد بزنم برای بازی نمی‌کنی؟ بذار ببینم. چی دیگه؟ دکتری که هم اینجا اینم که همینه. آقا لیمون رو خورک شد؟ برای این خیره به نظر من کنیم چی؟ بزن میدم چیز برگر ببرم بیرون ببرمش تو خیابون میشه رو لطفا این فکر کنم تغییر بچه. این یه تغییر فکر کنم. بریم گفت تغییر. میدونم بابا. ای بابا سایه رو اشکاله. بزن اینو بریم.
بذار ببینیم واگن شما چنده. من بازش میکنم. بریم اینو ببینیم. با واگن شماره 2 اینا که اینجا بود. خب این دکتر هم که اینجا بود. خب آقا همین تغییر دیدم برگردم یا راه هم بدم؟ مثلا الان واگن شماره 2 هم همینو برم درب جیم ها. اگر تغییر ندیدی برو الف. خب میدونم اگه تغییر دیدم برو جیم. الان اینجا چیزی نبود. هر بارم میری چک کن. الان اینجا یه آهن نبود این وسط. نمیدونم خودت چی فکر میکنی؟ من دیگه نمیگم بهت، میدونم جوابشو. میدونی جوابشو؟ بیا حالا در گوشم نکن. وایسید ببینم. من حس میکنم تغییر کرده. آقا تو فکر میکنی تغییر کرده؟ نمیگم. نمیگی؟ اگه تغییر کرده در بچین؟ برو جیم این تغییر کرد. بابا بگو دیگه. نمیگم. آقا من فکر میکنم تغییر کرده چون یه چیزی دیدم یه حسی بهم میاد تغییر حسش کرده. بهت میگه، خب حست بهت میگه برو دیگه. یه چیزی حس میکنم دیدم من اینجا ولی تغییر نکرده. واگنشون چهاری؟ نه برگرد. اون شما 2 هم رفت. برو. الان اینی تغییر کرده. بچرخ. ببین واگن شما چنده؟ 3 تغییر نکرده بود. خب بذار ببینم. تغییر کرده. خب برو. برگردم. برو جیم. مؤلفه. من میگم برگردم جیم الف نبود برگرد. نه با بری تو جیم، چون ممکنه یه بار که داری میری رو به روت الف باشه به جای جیم. ترسناک نیسته؟ چی درستش نیست؟ این بازیه چرا؟ یه ذره خیلی کم. میاد مثلا یه چیزی میاد این که اسمم تغییر کرد. یه واگن من راهنماییت میکنم اگه خواستی. این واگن رو راهنمایی میکنه چون هیچی تغییر نکرد. خب میری الف. وایسا اینا رو ببینم. اینا که تغییر نکرده همونه. این تغییر کرده؟ نه این تغییر کرده خدایی؟ نه شمارهش همونه؟ به شمارش هم چیز میگه یعنی اینقدر آره دیگه. سلام. شماره چیزه خیلی آقا من GTA 6 چیزه. همون بازیه. خودش برام باز کرده. نامرزا مدل میخواست بیچاره. چی باز؟ مدل میخواست. یا ابوالفضل داداش ببین من با تو کار ندارم تو هم با من کار نداشته باش کله تو ببین من با تو کار ندارم تو هم با من کاری نداشته باش فهمیدی؟ آقا همین چیکار کنم تاریکه اینو بزنم این تغییر کرده یا نکرده؟ تغییر کرده خب پس جیم دیگه. برگردم یعنی چی؟ یعنی چی بود؟ پیتزا. چون درست کردی؟ نه این نیست، این الفه، برای همین میگم جیم رو نگاه کن. آقا جیم الف سفارش الف آقا نه جیم بلد نیستم هر فارسی بلد نیست. هر کدوم الف میدم الف رو بلد آقا این درست من کردی؟ اصول نیستم خب چقدر؟ 285 شده. باز نمیشه مثلا 25 تومن شد. تغییر کرده یه نفر می‌خواد. تغییر کرده برگردم 25 تغییر کرده برو جیم.
میدونی چی تغییر کرده؟ این آشغالا اونور بود الان این وره. خب این آره تغییر جی نیست. تی آی 6 تغییر دیگه نیست؟ نه. جی تی آی 6 دیگه ببین نه یه بازی شبیه. خب چیکار شاید کنم؟ مثلا ماشین نمیتونی پیاده شی. جی تی آی 6 نداری؟ نه جی تی 6 هم نیومده که داشته باشی. خب همون رو برم دیگه همون بازی رو آره با این گاز میده بعدا اصلا جی تی آره. 6 تو پی اس 5 آره، با این نمیشه گاز تو میده؟ پی اس 5 میشه. با این گاز میده مزده خب با این چی تغییر کرده؟ آی خدا بجا این بازی خیلی دیده ماشین سر امیرالیه وایس تو الان داره نگاه کلید ماشین دست منه ماشین کن دست نگو بیا آره دست تو آره، بیا. دست اینه بچه بی زحمت بیا سویچو داد من آره بگو سویچ لامبورگینی تو بیا الان بگی میرم ابوالفضل میاره کی زدم من والا این تغییر نمیدم همون میچری که بردی من همونجا خواهن چرا وای من این اصلا آدم رو میزه بیا من برم نکشم اینجور بازی ها واقعا اصلا آدم میشه این تغییر اینا میشه بگید خیلی موندم ای وای واگن شیشی آره خیلی حساسه تغییر اینا بگو تو رو خدا من الان علم غیب ندارم که بچرخ ببینم بیا گر برو حاجی حس میکنم گربه اون ور بود اومد این ور آره میشه میدون آره میشه آره شده جای تبلیغش ولی آیا مطمئنی؟ ولی از موقع یاد آره تغییر کرده گربه این ور بود سوشی اون ور بود برو تغییر کرده همین برای دیگه چه فرق نه داره؟ تغییر کرده برو از نظر من تغییر نکرده باش تغییر نکرده ولی- من نمیدونم ممکنه بازی آقا تغییر نکرده تغییر نکرده کدوم ممکنه ور بری؟ ببازی یا اگه حس میکنی تغییر کرده برو دقیق نگاه باید کنی من قبل بازی نگاه نکردم آقا من میگم تغییر کرده برو تو جی. الف جی الان چی؟ الان میفهمیم 6 تا واگن خیلی رفته بودی یا بچرخ 7 تغییر کرده بود حالا وای چک کنی همون بود وایسا. یا شانسی اومدی نه دیدی گفتم همون نبود دیگه شانسی اومدی شانسی اومدم شخمی اومدم بالا الان میشه پشتم ها؟ پشت نمیشه پشت بدم برو همینه برو تو برم تو آره برو تو جیمه بیا بالا برو این راهنمایی من برو تو یه ذره در رو بکش رو چند تا با واگنه شیشه این ور یکیشه چند تا وایسا واگن آقا موقعیتشون بره 10 تا به 10 برسی تمام در برسان تمومه آره بیا بود دست افسی نمیشه بودی من حس میکنم این خوبه لمسی نیست گاز میده بازی نه نکرده اصلا لمسی نیست خوبه که این تغییر نکرده دیدی آقا همین گفتم سوشی اینجا بود ایول دیدی اسم تغییر بنویس. کرده بود اون یکی دوتا قبل نه خب الان تغییر نکرده به نظر من خوب دقیق نگاه کن واگن 8 خیلیه بده من تو میشه بگی؟ بده من چرا هی زبدن بابا بچه نکن دیگه بیا هی داری زبدن میزنی کیفیتش خیلی بالا ایرانی ها عجیبه تغییر نکرده بود من که فکر میکنم نکرده تو چی میگی؟ نه من ندیدم من قبلی و من برات رفتم ندیدی دوباره بازی قبلیه رو کردی دیدم باشه من اولشو این برگ داشت وسطش برگ داشت وسطش این 5 نوشته بود یا نه بابا دیگه اونقدر چیزی نمی‌کنه. چرا بابا وقتی شماره عوض ایستگاه ها رو چک کردی خب، بعد تایم دکتر می‌زنی؟ حبیب الله میدون آزادی بود آقای زدم برو رد شد من میگم تغییر ببین ممکنه اینش اومده باشه اضافه شده باشه شاید قبلا اینجا نبوده فقط این وسط بوده من که میگم تغییر کرده
آن نمیشه ماشین عوض کرد؟ نه میشه باید تا- اکانت بخری برای ولی ماشین. تغییر نکرده. هر یه جور خود میدونی. یه ماشین بخر. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد میشوم. باختم. این برو برس به در. میدونی چه تغییری کرده بود؟ نگفتی؟ اینش اومده بود اینجا. ها؟ این اومده بود اینجا. یعنی آقا این اینقدر ماشینش طوری نمیشه. خب همین یه چیزی خب بچه ها دیگه همین بود. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، یه تایم داری یه ران دیگه بود. لایک کنید، سابسکرایب کنید. ویدیوهای بیشتری میخوام بذارم واسهتون از سیستم بازی‌های. اگر خیلی چیز چه هم رفیقمو میارم، هم یه بازی هست اونو من باید بخرم، یعنی نمیشه واقعا نداره، من باید بخرم. 800,000 تومن باید بخرمش بیاد توی سیستم آقا. اگه میخواید لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگه کامنت ها هم بگید بخرم یا نخرم. بچه ها خسته نباشید، خداحافظ.